رو خوش اومدین به ویدیو دیگه از کانال من. می‌دونین که فانتوم خیلی به دردتون میخورن و چند تا فانتوم بکشین احتمالاً بهتون یه دونه فانتوم ممبران میده. خب با فانتوم ممبران میشه چیکار کنیم؟ وقتی داخل بریم استند فانتوم ممبران رو با اکوارد پوشن یه جا اون مخلوط کنین، یعنی مجون اسلو فالینگ رو به دست میارین که باعث میشه که اینجوری بیفتین پایین، نه که فال دمیج بخوریم یا صدمه ببینیم. بدون هیچ فال دمیجی با مجون سلو فالینگ میتونیم به زمین برسیم. این بود یکی از کاربردهای فانتوم ممبران. تازه به اولش چیه؟ این بود یکی از کاربردهای فانتوم ممبران. خب اگه شما الایتراتون خونش کم باشه، مثلا مثل من که الایترام خونش یکم کم شده، راحت با فانتوم ممبران میشه الایترا رو تعمیر کرد. این لازم نیست دیگه برین دنبال الایترای دیگه ای، اونم توی اند خیلی هم راحتون دور میشه. اگه میخوای بفهمی چطوری میتونیم فارم فانتوم بسازیم، پس کانال منو سابسکرایب کن.